اگه کشور استرالیا آبشار والامن رو داره، ما تو گیلان خودمون آبشار لاتون رو داریم. اگه سوئیس دشت و ییلاق زیادی داره، ما هم دشت دریاسر رو توی مازندران داریم. اگه امریکا جنگل ردوود داره، ما توی تالش خودمون جنگل گیسوم رو داریم. اگه ترکیه به چاملی همشینش میرازه، ما ییلاق سویچال توی ماسال رو داریم. توی امریکا دریاچه است به اسم دیابلو، ما توی سوادکو سطح لفورش رو داریم. توی کشور اسپانیا یه پارک ملی خیلی معروف وجود داره که ما ییلاق رویایی فیلبندش رو داریم. اگه ژاپن کوه فوجییاما رو داره، ما توی ایران خودمون کوه دماوند داریم. اگه ترکیه چشمه پلکانی پاموکالا رو داره، ما هم چشمه بادابسورت رو داریم. اگر استرالیا یه آبشار طبقاتی ناندرویا رو داره، ما توی لفور خودمون 7 آبشارش رو داریم. اگه کشور هند به دشت دزوکش مینازه، ما توی گلستان ترکمن صحرا و خالد نبی رو داریم. اگر کشور رومانی آبشار خزایی بیگار رو داره، ما هم توی علی آباد آبشار خزایی کبودبال داریم. اگه ترکیه روستای صخره‌ای کاپادوکیا رو داره، ما هم توی تبریز روستای کندوان رو داریم. اگه تو کشور ترکیه تو دامنه کوه آرارات دشت آقری داغی وجود داره،